خیلی‌ها تو مکالمه این دوتا رو با هم اشتباه میگیرن. I do زمان حال ساده رو برای عادت‌ها میاریم، کارهایی که مرتباً تو زندگیمون تکرار میشن. برای I, you, they, we حالت ساده فعل رو میاریم و برای he, she, it بعد از فعل اس سوم شخص میذاریم. اما I'm doing حال استمراری، کاری که همون لحظه صحبت کردن داره انجام میشه. برای I am به اضافه ing، you, they, we are به اضافه ing و he, she, it is به اضافه ing. خب حالا اینجا مثالا، من دارم به خونه میرم همین الان، پس حال استمراریه برای I am و چون حال استمراریه going حواسمون هست که ing بذاریم. اون هر روز کتاب میخونه، یه عادته، و چون he داریم حتما باید اس سوم شخص رو آخر فعل اضافه کنیم. اونا ساعت 12 نهار میخورن، بازم یه عادته و این بار برای they فقط حالت ساده فعل رو میاریم. اون داره آشپزی میکنه رو شما بهم بگید.